شنبه آینده همینطور که صحبتش هم بود روز 8 مارس روز جهانی زنه و ما برنامه ویژه‌ای رو در امروز برای شما تدارک دیدیم. اما امروز هم که بنا به روال همیشگی پنجشنبه ها به هنر و هنرمندان میپردازیم، بی مناسبت ندیدیم که به جایگاه زنان در سینمای ایران بپردازیم و برای بررسی این موضوع از آقای امید حبیبی نیا، روزنامه‌نگار، منتقد و پژوهشگر ارتباطات دعوت کردیم که با ما همراه باشند و کمی در این مورد با هم دیگه حرف بزنیم. امید حبیبی نیا لیسانس روانشناسی بالینی و کارگردانی سینما و فوق لیسانس پژوهش رسانه‌ای داره و سالها با نشریات علمی و هنری به عنوان نویسنده و منتقد همکاری داشته. در ایران پژوهشگر، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بوده و مدتی هم به تدریس در زمینه علوم ارتباطات و تاریخ سینما پرداخته. از او کتابی به نام تلویزیون دیجیتال منتشر شده و مدتی هم در رادیو و وبسایت بخش فارسی BBC به عنوان تهیه کننده کار کرده. او حالا در سوئیس زندگی میکنه و کاندیدای دکترا در رشته رسانه و ارتباطات همگانی است. ولی امروز از کوپنهاگ در دانمارک مهمان برنامه ماست. امید حبیبی نیا، به برنامه زن امروز بسیار خوش آمدی. سلام، منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتی. اگه موافق باشی در بخش اول صحبتمون به سینمای پیش از انقلاب بپردازیم و حضور زن در سینمای پیش از انقلاب و بعد بیایم سراغ بعد از انقلاب. میخوام خواهش کنم اصلا برامون بگی که حضور زنها در سینمای ایران چطور شروع شد؟ بله، ببینید اگه ما تاریخ سینما در ایران رو مرور بکنیم، میبینیم که از ابتدا بعد از در واقع تولید فیلم دختر لور توسط سپنتا در واقع اولین حضور زن در سینما هست به عنوان بازیگر نقش اصلی و نقش اصلی هم روحانگیز سامی نژاد بازی کرده و بعد همجوری ادامه پیدا کرد در شخصیت‌های مختلف در فیلم‌های مختلف سپنتا و دیگر کارگردانایی که به تدریج وارد شدند و این شخصیت‌ها در واقع یه جوری شخصیت‌های کلاسیک هم بودن، یعنی شخصیت‌هایی بودن که هم مکمل نقش مرد بودن، هم جای خودشون در واقع نقش اصلی بودن. اونطور در قالب همون داستان‌هایی که انتظار می‌رفت در اون دهه، مثلا فرض کنید که 1312 تا 1300 مثلا 20 1300 تا 30 اینجورا در واقع داستان‌های کلاسیک خطی که عام فهم باشه، هم بتونن بفهمن به وجود اومد. ولی حالا باز این ما مسئله در واقع تماشاگر رو هم داریم. مثلا بعضی جاها سانسایی برای خانم ها میذاشتن، سانسایی برای آقایان میذاشتن. به تدریج در واقع این حالا یه مقداری جو بهتر شد و بعد خانواده ها یا خانم ها آقایون تونستن با همدیگه برن به سینما. ولی در واقع حضور زن و حضور مشخصش که اولین فیلم ناطق سینما ایران هم هست از دختر لور شروع شد، کار سپنتا. و بعد این حضور همونطوری باقی نموند. به نظر میرسه خیلی معتقدن که یه مقداری حضور تنزل پیدا کرد و از اون واقعیت‌های زندگی خود فاصله گرفت. نظرتون چی آقای حبیبی؟ بله دقیقاً این اتفاقی که متاسفانه در سینمای ایران افتاد، یعنی اگه شما نگاه بکنید آدمایی که وارد سینمای ایران شده بودن مثل سپنتا، کسای دیگه مثل اوگانسیان و دیگران، در واقع آدم‌های تحصیل کرده و آدم‌های خودشون یا روزنامه‌نگار بودن یا کار به حال رسانه‌ای انجام میدادن و تحصیل کرده بودن در این رشته. متاسفانه شرایطی که بعد از این به وجود اومد، یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به وجود اومد و ورود فیلم‌های در واقع هالیوودی به سینمای ایران، به سالن‌های سینما که بسیار گسترش پیدا کردن در سطح تهران و سایر شهرستان‌های دیگه، ورود فیلم‌های هالیوودی که خیلی خوبم دوبله می‌شدن، این هم از مسائل در واقع ثانویه‌اش هست. این باعث شد که تماشاگر در واقع فیلم‌های ایرانی، فیلم‌هایی که حالا مثلا سپنتا می‌ساخت یا دیگران می‌ساختن که به حال تحصیل کرده سینما بودن، چندان نتونه با فیلم موج دیگه‌ای که شروع شده بود به اسم فیلم فارسی، بعداً اسمش گذاشتن فیلم فارسی، رقابت بکنه، برای اینکه یک جریانی پیش اومد که از اون در واقع اون شکل
زن کلیشه‌ای که دوست داشتن مخاطب عام بر اون جامعه مردسالار سنتگرا و با توجه به اون حالا اون شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی هم که وجود داشت که خیلی باعث رشد و شکوفایی دموکراسی و آگاهی در میان مردم نمیشد، اون نقش کلیشه‌ای رو در واقع جا بندازن که این واقعا سال‌های ادامه پیدا کرد، دهه‌های ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به مقطع انقلاب. یعنی ما از دختر لور که یک نقشی بود که به هر حال نقش مثبتی بود، به هر حال کاراکتر بسیار بارزی داشت، ما رسیدیم به فیلم‌های کاوره‌ای فیلم فارسی دهه 30 و 40 و 50.